دوستانم روش تایمگیری موتور سانتافه 2400 جی دی آی میسوباب هوامون. ببینید از این قسمت شاخص داره، قشنگ مشخصه شاخص داره، زنجیرم شاخص داره که دوتاشون میفته رو هم دیگه. همچنین میسوباب دودمون از این قسمت شاخص داره، این قسمت هم شاخص داره زنجیر که دقیقاً میفته روبروی هم. از اینجا تا این شاخص حدوداً 12 تا دونه میفته با خود شاخص‌ها، بدون شاخص ها 10 تا میفته. حالا قسمت بالشتک‌های پایینم الان میرم بهتون توضیح میدم. ببینید این قسمت میلنگ، این قسمت اویل پمپ، ببینید اینجا نشون داره، این نشون روبروی نشون زنجیر تایم و همچنین نشون میلنگ هم ببینید از این قسمت این هم نشون داره. ببینید زنجیر نشون داره، خود میلنگ هم نشون داره، میبینید دقیقاً روبروی هم میفته. اینم که از طریق بستن بالشتک‌ها به این صورت این شد تایمگیری موتور سانتافه. فقط قبل اینکه تایم بگیرید اینو باید بچرخونید که زنجیر تایم اویل پمپ بیفته روی این نشون، بیفته روبروی این نشون. ببینید خود اویل پمپ هم دقیقاً همینجوری نشون داره روی زنجیر، روی خود دنده اویل پمپ هم نشون داره که اونها هم روبروی هم قرار میدید و ماشین رو جمع میکنید. اینم از طریقه تایمگیری موتور سانتافه 2400 جی دی آی.